من تاجیکم. من وارث اسماعیل سامانی و بلعمی، رودکی و فردوسی، خیام و حافظ، ابن سینا و مولانا، سعدی و کمال و صدها و هزاران علامه ها هستم. من هستی خود را، جان خود را برای این ملت، وطن و دولت می‌بخشم. ملت تمدن آفری تاجیک با راهبری سرور عاقل و آینده‌نگر خود، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان توانست عنعنه و سنت و میراث تاریخی و باستانی خود را محافظت، احیا و به جهانیان معرفی نماید. اعتراف رسمی تاریخ و تمدن عالم شمول تاجیکان از جانب سازمان جهانی یونسکو نشانه از صاحب فرهنگ و صاحب تمدن و دارای تاریخی بیش از 6000 ساله بودن ملت تاجیک است. تمدن تاجیکان همچون نمونه برجسته میراث غنی فرهنگی و تاریخی از جانب یونسکو پذیرفته شده، از زینه به زینه به فهرست میراث جهانی بشریت وارد می‌گردد که مایه افتخار و سرفرازی هر فرد وطن دوست و خودشناس تاجیک است.